هنوز تو کف فایت کافکا با کایجو شماره 9 و هوشینا بودیم که یه کایجو هوشمند دیگه هم به داستان اضافه شد. درود رفقا، خوش اومدید به کانال نردانیمه. خیلی سریع بریم واسه بررسی قسمت‌های 7 و 8 کایجو نامبر 8. خب تو این دو قسمت فهمیدیم که کافکا قراره دهنش سرویس شه. قبل اینکه بگم چرا قراره دهنش سرویس شه، بریم کایجو شماره 9 و هوشینا رو کاراکتراشون رو یه بررسی کوچیک کنیم. خب با بررسی کایجو شماره 9 شروع کنیم. تو این دو قسمت دیدیم که این کایجو با خوردن انسان‌ها ازشون اطلاعات به دست میاره و میتونه شکلشون رو برای خودش کنه که یه جورایی منو یاد انیمه پاراسایت میندازه. همچنین این کایجو میتونه به بقیه کایجوها اندام‌های مختلفی بده، مثل اندام تولید مثلی که به یوجوها داده بود و همینطور میتونه دوباره یوجوها رو زنده کنه و همینطور از اجساد اونا برای محافظت از خودش استفاده کنه. اینم راجع به کایجو شماره 9 متوجه شدیم که میتونه محوطه‌ای درست کنه که کسی بدون اجازه اون نتونه ازش خارج شه و همینطور هم وسایل ارتباط نیروی دفاعی هم تو اون محدوده کار نکنه. اینم دیدیم که این کایجو میتونه خیلی سریع خود ترمیمی کنه که البته کایجو شماره 8 کافکا هم این توانایی رو داره. البته این کایجو هنوز چیز زیادی راجع به انسان‌ها نمیدونه ولی در حال کامل کردن اطلاعات خودش درباره انسان هاست. خب بریم سر هوشینا. هوشینا نفر دوم نیروی دفاعی بعد از میناست و تخصصش هم کار با شمشیرهاشه و تو نابود کردن کایجوهای کوچیک خیلی توانایی داره. همینطور دیدیم که میتونه از لباسش قدرت 92% بگیره. تو قسمت‌های قبلی هم دیدیم که تو آزمون ورودی که کافکا مجبور بود تبدیل بشه، هوشینا به تغییرات وضعیت لباس کافکا مشکوک شده بود. خب حالا بریم ببینیم کافکا چرا قراره دهنش سرویس شه. تو این دو قسمت کافکا هم با هوشینا مبارزه کرد هم با کایجو شماره 9 و هر دوتای اونا از نحوه مبارزه کردن کافکا اطلاعات به دست آوردن. کایجو شماره 9 که کاملا فهمید نقطه ضعف کافکا انسان‌ها هستن. البته همونطور که دیدیم کایجو شماره 8 از کایجو شماره 9 قوی‌تر بود، ولی الان که کایجو 9 ضعفای کافکا رو پیدا کرده قطعا مبارزه سخت‌تری رو کافکا باهاش داره. حالا از اونورم هوشینا رو داریم که اونم سبک مبارزه کافکا رو دیده. همینطور هوشینا به قدری سریع حمله میکنه که تونست جای هسته کافکا رو ببره. تازه بدبختی کافکا تو مبارزه با هوشینام اینه که اصلا نمیخواد بهش آسیبی بزنه. جز اینا کل نیروی دفاعی هم فهمیدن که کایجوهای انسان نما شکل انسانی هم دارن و این احتمال نفوذ رو زیاد میکنه و اینجوری کافکا بازم میره تو فشار. تازه این تمام بدبختی نیست که قرار سر کافکا بیادش. آخر قسمت 8 این کایجو انسان نما رو هم دیدیم که سوار بر کایجوهای اژدهایی بود و قطعا کافکا در مقابلش بازم قرار تبدیل شه و هر تبدیل ریسک شناسایی شدنش رو بالا میبره. خب این اصل کار داستان بود، ولی خب جز اینا سکانس‌های خوب و کمدی دیگه‌ای هم داشتیم، مثل ملاقات کیکورو و کافکا از فروهاشی و رنو یا مهمونی تیم نیروی دفاعی و قبول کردن کافکا به عنوان افسر و همینطور اولین شوخی مینا تو انیمه. همینطور تو این قسمت از نظر شخصیتی دو تا از نیروهای دفاعی یعنی فروهاشی و هارویچی رو بیشتر شناختیم و فهمیدیم که خانواده هارویچی سازنده این لباس پیشرفته نیروی دفاعی هستن و خانواده خیلی پولدار و مهمی داره که حتی از خانواده کیکورو هم ثروتمندترن. اینکه داستان داره کاراکترها رو بیشتر بهمون معرفی میکنه خودش میتونه نقطه قوت مهمی برای این اثر باشه که این جوخه نیروی دفاعی هم بتونه مثل جوخه 104 اتک تو ذهن مخاطبا بمونه. در کل این دو قسمت با اینکه خودش فایت ها و هیجان خاص خودش رو داشت ولی تنها آماده سازی بود برای فایت های بعدی که قرار از این هم هیجان انگیزتر باشن. من واقعا از کایجو نامبر 8 توقع انقدر خوب بودن رو نداشتم و هر قسمت داره بیشتر سورپرایزم میکنه. خب حالا بریم یه سری اطلاعات راجع به کایجوها رو بررسی کنیم. کلمه کایجو تو ژاپنی به معنای هیولای عجیبه، ولی اکثرا امروز این کلمه رو با ژانر ژاپنی توکوساتسو میشناسن که سریای گادزیلا هم تو همین ژانره. تو انیمه کایجو نامبر 8 هم کایجوها هیولاهای عجیبی هستن که تو دنیا ظاهر شدن. خب حالا تو این انیمه به کایجوهایی که قدرت خیلی زیادی دارن شماره میدن، مثل کایجو شماره 9 و 8 و همینطور متوجه شدیم که کایجو شماره 8 یعنی کایجو کافکا یه دای کایجو حساب میشه که دای کایجو به معنای کایجو بزرگ رازآلوده و اینطور که از فایت کافکا با کایجو 9 متوجه شدیم میشه این حدس و زد که کایجوها هرچی شمارهشون پایینتر باشه قوی ترن. البته کافکا به خاطر اینکه انسان نقطه ضعف‌های انسانی داره که کایجوهای دشمنش علیهش استفاده میکنن و همین میتونه هیجان و درام انیمه رو ارتقا بده. البته انسان‌ها هم از کایجوها استفاده میکنن و ازشون لباس‌های مخصوص و تکنولوژی و سلاح‌های ضد کایجو میسازن، مثل سلاح‌هایی که مینا یا هوشینا ازش استفاده میکنن. شما هم نظرتون رو راجع به این انیمه بنویسید تا بدونیم که بازم ازش ویدیو بسازیم یا نه. تا ویدیو بعدی بدرود.